تو میدونی که یکی از خلل‌هایی که محبت مرد از زن جدا میکنه همون دختربازی هم هست. اینم خلل وارد میکند که وقتی وای به هر خیلش داد و گرفت دارد، دیگر در نظر او این همرنگ او نیست، زیرا کارهایی که در اونجا انجام میشود در اینجا انجام نمییابد و مرد باید با همون صورت زیباقتی وقتی میدراید قبولش کند. باید او در بیرون دید همین زیباگی ها را، در بیرون دید، باید دلش همون بیرون برد است. وقتی باید میاد در خانه که ببیند از اونها در بهتر، بعد چی میگه؟ میگه که همون خوبش در پیشم هست. بیای که یک روی تاجیکای ما ترش میگن، یک روی ترش. وقتی ایرا که میبینی بعد دیگر خواهی نخواهی